آیبو حیوان خانگی که هیچگاه نمی میرد. شرکت سونی برای کسانی که علاقمند حیوان خانگی است که هیچگاه نمیرد یک ربات ساخته است. آیبو قادر به درک دستورات صوتی بوده و صاحبان هر آیبو می تواند بنابر سلیقه خود شخصیت، رفتار و دانش حیوان خانگی خود را تعیین و محیط منحصر به فرد را برای رشد آن خلق کند. این ربات شکل سگ را دارد و به ارزش $2900 آمریکایی و بازارهای آمریکا عرضه می شود. با توجه به قیمت بالای آن به نظر می رسد که همانند دیگر دستگاه‌های خانگی در دسترس همگان قرار نگیرد. مسئولان شرکت سونی قصد دارند که این ربات حیوان خانگی آیبوی خود را پیش از رخصتی کریسمس به بازارهای آمریکایی عرضه کنند. این ربات از 24 اگست تا 14 اکتبر به نمایش گذاشته خواهد شد. اخیراً نوع ربات‌های هوشمندی به بازارهای فناوری معرفی شده است که می تواند مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم را بهبود بخشند. کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم در برقراری ارتباط کلامی، توجه کردن به دیگران، کنترل استرس و اضطراب مشکل دارند. بالاخره دانشمندان ربات به نام کیوتی ربات طراحی و تولید کردند که به کودکان اوتیسمی مهارت‌های اجتماعی ارزشمندی را می‌آموزند. این ربات‌ها بیشتر از 60 سانتی متر بلندی و بدن شبیه انسان دارند و به جای صورت یک صفحه نمایشی دارند. دانشمندان تحقیق را بر 15 کودک مبتلا به اوتیسم بین 4 تا 14 سال دوبار مصاحبه کردند. این مصاحبه 5 دقیقه‌ای یک بار با ربات و یک بار با انسان انجام شد. محققان به این نتیجه رسیدند که کودکان برای مدت طولانی تری به ربات نگاه کردند، اما به یک اندازه از انسان و ربات تقلید کردند. T'es fatigué, hein? T'es fatigué?